حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌م چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم؟ کی باید اینجوری وایسیم نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما، کیلو 11 تومن بوده الان شده 140,000 تومن. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟ بله اومدم بخرم نمیتونم بخرم، جیب من پر از پوله، نگاه کن نمیتونم بخرم. وقتی نگاه میکنم کیلو 11 تومن بودش 140,000 تومن شده، چجوری بخرم؟ ببینیم آخه این چه وضع جامعه ایه؟ این چرا اینقدر معضلات، اینقدر مثلا دیوار کشیدن بین مرزا، چرا اینقدر مواد وارد میشه، چرا اینقدر راحت همه پرتقالا و گوشت و مرغ و بره و گوسفند ما رو به این راحتی میبرن، همش دروغ به ما تحویل میدن، این همه اختلاس، یعنی هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. واقعا این حق این همه مردم صبور و فداکار نیست. چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ چرا مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن؟ خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچ خبر ندارن. چرا همش ما میترسیم حرف بزنیم؟ اصلا بیان اگر فکر میکنن که 10 نفر 1000 نفر آدمای مثل منو که اگر بی پرده حرف بزنن بگیرن ببرن، ما حاضریم. مگه این اسم اسلامه؟ حضرت علی میگفت انقدر کسی که جلوی من نشسته باید بی پرده بتون حرف بزنه بدونی که بدنش بلرزه، بدونی که دستش بلرزه. این همه هدف هایی که می‌خواستیم به اینجا برسیم، ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچپن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن.